اسکندری اومد رو استیج. میثم اسکندری سرحال شارپ تنها نماینده کشورمون تو المپیا. جفازو از روبرو میگیره. عضلات پاشو داره کنترل میکنه. عضلات پای خیلی خوبی داره میثم. میره فیگور. سال گذشته هم تو مسابقات جهانی بدنسازی خوش درخشید. کات بغل پاش، ساق پاش، همه چی کامله. دستای بی‌نظیرش. خیلی سخت ویزا گرفته. فراموش نکنیم بچه‌های ما با کلی استرس میان رو استیج. کات باسنش مشهوده، فیبرای سینه‌اش مشخص. بریم برای فیگور پشت. همه سیرینگ، طول عضله کشیده، درخت کریسمسی، همه چی هست، پکیج کامله. جزئیات بالا تنش هم فوق العاده است. میثم خوب ظاهر شده علی آقا. من فکر کنم که کاندیشن خوبی آورده، سایز خیلی خوبی هم داره. خیاط پاش هم فوق العاده است، کنترل شکمش، فیگور کول هم